از خدمت شما که 1.5 سال پیش ما تفنگ رو از صنایع جنگ افزار شهید همدانی تحویل گرفتیم و مرحله به مرحله شروع کردیم با تفنگ تمرین کردن و مسابقه دادن و دوستان لطف کردن، زحمت کشیدن، کارهای بهینه‌سازی رو انجام دادن و مرحله به مرحله تفنگ بهتر شد تا اینکه تونستیم حتی اسکور 101 رو هم از 125 باش ثبت بکنیم که حتی همین امروز هم اسکوری هستش که توی فینال سطح A میتونه جایی برای خودش داشته باشه و خوشبختانه تونستیم یه سکوی اول و یه سکوی سوم مدال طلا و مدال برنز رو هم به دست بیاریم. من از این تفنگ خیلی استفاده کردم، تیرای خیلی زیادی باش زدم، تیرای خوبی باش زدم، 2 تا مسابقه دادم و راضیم و امیدواریم که هر روز هم بهتر از دیروز باشه.